علیکم و رحمت الله. خوب هستین شوفت آقا؟ خوبی بخیر. الحمدلله. این مولا را بخیر آب داد حرکت دادین؟ خب این آب به نام چی یاد میشه؟ آب به نام شکرک، چشمه شکرک. چشمه شکرک همین از این منطقه سیکو است. خب این چشمه برای چی است؟ مردم از راه های دور و دراز اینجا میان؟ همین از قیل نمیتونم ترجمه دارم. خب به خاطر مریضی شکر و چربی و دیگه همینطور. یعنی مردم ها از این میگن ما خداوند سبب کنه و فایده دیدیم میگن. شما این مولا رو که میچرانین باز دیگه خسته نمیشین؟ ریش سفید آدم هستین. خسته میشیم چند شب نوبت مولا امشب و فردا شب یک شب خلاص. خانه کجایه؟ خانه سنه. خب اولادا چی است؟ مکتب و مدرسه میخوان یا نمیخوانه؟ میخوان دستکاری باشه. بچه ها دستکاری هست؟ خب اولاد نوازهای خورد نیسته؟ خوبه. خوب باشن میشه. خب دیگه شما چی گفتنی دارین؟ انشالله هیچ گپ که نیست. آرامی باشه میشه. و خیر باشین، جور باشین، صحتمند باشین. سلامت باشین شما. جور باشین.